بدرالدین عینی حنفی در کتابش عمدة القاری شرح صحیح البخاری. بدرالدین عینی حنفی در کتابش عمدة القاری، این عمدة القاری شرح صحیح البخاری چی میگه؟ چی میگه؟ میگه ذکر ابو حنیفه رحمت الله علیه، میگه ذکر کرده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ان تعویل الید بالقدره، کسایی که دست تعویل کردن ید دست به قدرت و نحو ذلك و مثال دیگه که کلمات مثلا تعویل میکنن به دیگه معنا، یؤدی الی التعطیل، نتیجه چی میشه؟ به تعطیل. ما و شما در هفته‌های قبلی اصطلاح تعطیل خواندیم نه، که معطل قرار دادن یک صفت الله سبحانه و تعالی. گفت اگر تو میگی که قدرت ید قدرت است، پس الله سبحانه و تعالی ید نداره، یعنی یک صفت معطل قرار دادی. یعنی امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که ان تعویل الید بالقدره، تعویل کردن ید دست با قدرت، که معناش بگویی دست نیست، معناش چی است؟ قدرت است. و نحو ذلك، یا مثل از دیگه کلمات که مثلا وجه را و یا قدم و یا را دیگه معنا برش تعویل کنی، میگه یؤدی الی التعطیل، این سبب تعطیل صفات الله میشه. تو صفت قدرت ثابت کردی، صفت ید چی کردی؟ معطل قرار دادی، او را از بین بردیم. یؤدی الی التعطیل فان الله تعالی، ایگه به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، ایگه به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. و این چی میگه امام صاحب ابو حنیفه رحمه؟ فان الله تعالی، پس یقینا که الله سبحانه و تعالی اثبت لنفسه یدا، بر نفس خود ید ثابت نموده، گفته که ید است، ید الله خودش گفته. فاذا اولت بالقدره، اگر تو خیستی و از دل خود با تأثر به فلسفه و منطق و ایگپای متکلمین ایره تعبیل کردی، گفتی نه ید نمیگم قدرت میگم، یسیر و عین التعطیل، تو ایره چی کردی؟ اینمی کار تو تعطیل میشه. و اصطلاح تعطیل ما شما خوانیم. و انما الذی، خب امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه، ما که تو را دوست داریم، خیلی چی کنیم؟ برای ما درس میده و میگه انما الذی ینبغی، آن چیزی که در این قسمت مناسب و شایسته و خوب است، فی مثل هذا ان نؤمن، که ایمان بیاوریم بما ذکره الله تعالی، آنچه را که الله ذکر کرده، با او چی کنیم؟ ایمان بیاریم، باید ایمان بیاریم. علی ما اراده، با مو شکلی که ایمان بیاریم، با مو قسمی که الله خودش اراده کرده. سیز ولا نشتغل بتأویله، با تعویل از خودم مشغول نسازیم. او برادر، او دوستای عزیز قربان که خدا میگه که من امام صاحب ابو حنیفه را دوست دارم. چطور امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه را دوست داری و عقیدهش را دوست نداری؟ باز در عقیدهش میری در پشت متکلمین، میری سر پشت سوفسطایی ها، میری پشت ارسطو، میری پشت گپای افلاطون و سقراط. نه، این عقیده درسته که از قرآن عظیم شد. چرا که امام صاحب ابو حنیفه از جمله سلف صالح است، تابعی بود، صحابی رو دیدن، از او درس یاد گرفتن. پس میگه که خب و انما الذي ينبغي في ذلك في مثل هذا ان نؤمن بما ذكره الله من ذلك على ما اراده، با او ایمان میاریم امو قسمی که الله بر ذات و جلال عظمت خود ید ثابت کرده و امو قسم که اراده کرده، با امو شکل ایمان داریم. کیفیتش ما نمیفهمیم چون مربوط به غیب است، ادب مراعات میکنیم. ولا نشتغل بتأویله، و در تعویل از خود مشغول نمیکنیم مثل متکلمین وره. فنقول، که امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه، فنقول، میگه ما میگیم له یدون، ما میگیم که بله الله سبحانه و تعالی ید یعنی دست داره، علی ما اراده، اما قسمی که اراده کرده، لا که ید المخلوقین، اما یدش دستش مثل دست مخلوقات نیست. و كذلك فی نظائر ذلك، و اینمی قسم عقیده ماست در بقیه اموری که الله سبحانه و تعالی یا وجه هست یا قدم است یا نزول است یا صعود است که الله سبحانه و تعالی بر خود نسبت داده، به او ایمان میاریم، اما در کیفیت از او داخل نمیشیم و تعویلش نمیکنیم. اینی است عقیده درسته که ما کسانی که واقعا عقیده قرآن و سنت از شاگردای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که صحابه کرام است از او میگیریم. و عقیده از ایناست، جلد 1 صفحه 384
مکتبه شامله به خاطر از این نوشته کردیم که ما اینمی عبارت از مکتبه شامله گرفتیم. بعضی اوقات همین کتابا که است فکرتان باشه جلد صفحش در بعضی چاپات تغییر میکنه. همین مسئله که بحث کرده بدرالدین عینی در عمدة القاری ایره پیدا بکو، اما صفحش میشه که در این کتابایی که در اینجا چاپ میشه تغییر کنه، لکن در مکتبه شامله اگر کسی را مراجعه بکنه در کتاب عمدة القاری شرح صحیح البخاری تالیف بدرالدین عینی حنفی، اینه باز این مطلب ما از اونجا گرفتیم. یعنی عقیده قرآن و عقیده سنت و عقیده صحابه کرام و عقیده تابعین کرام و عقیده تابعین کرام کلش اینمی بود که در قسمت صفات الله سبحانه و تعالی تسلیمی بود، با او عقیده داشتن، او را چی نمیکردن؟ تعویل نمیکردن.